سلام خدمت همه هموطنان عزیز ما که در هر کجای دنیا هستین. صدای مرا بشنوین. امیدوار هستم که همگیتان جور و صحت باشین، ولی از جریان که در پنجشیر چی حالت میگذرد هیچ کدامتان خبر دارین یا ندارین، ولی همگی دنیا، همه مردم ما خاموش هستند. نمیفهم چرا در مقابل هموطنان پنجشیر ما که مردم عام هستند، اونا نظامی نیستن، چرا در مقابل کشتار و نسل کشی جنایت طالبان همگی خاموشی اختیار کرده و هیچ کسی حتی آنلاین نمی آید که ببیند در پنجشیر چی میگذرد. پنجشیر در اسارت طالبا هست. پنجشیر مدت چند هفته میشه که طالبا مردم از قتل و گشنگی راه را بند کرده بالای مردم پنجشیر، اینترنت و برق قطع کرده بالای مردم پنجشیر و مردم عام پنجشیر که در پنجشیر گیر ماندن، اونها از ترس وحشت و کشتار طالبا با شکم گرسنه و پای برهنه با اطفال و کودکانشان در کوهها خودشان پنهان کردند که طالبا اونا را ترور نکند. اونها مردم عام غیر نظامی و مردم بیچاره هستند که به یک لقمه نان مجبور هستند. چرا مردم ما چرا در مقابل همه جنایات وحشی تروریستان طالب خاموش هستند؟ طالبان تروریست توسط کمک استخبارات پاکستان در داخل پنجشیر جنایات بشری، دست به جنایات بشری زده، از هیچ نوع جنایت دریغ نکرده. امروز من مطمئن از پنجشیر برای شما اطلاع میتم که از خانواده نزدیک من که در قریه ما 13 جوان به گلوله به قتل رسانده و تعدادی را سر بریدن و تعدادی هم نامعلوم هستند. به دلیل از اینکه در پنجشیر نه اینترنت است و نه برق است، مردم نمیتوانند که هیچ گونه ویدیو و یا اسنادی به دسترس مردم قرار بدن و خود طالبان همه امکانات و میدیا به دست خودشان است. در روبروی میدیا آنها اقرار میکنند که ما به مردم عام کاری نداریم، همگی را ما عفو عمومی کردیم، مردم غیر نظامی را کار نداریم و در اونجا هیچ کس نمیدانه که اینا چه جنایات و نسل کشی را انداختن. امروز دقیق من خبر گرفتم که اینها توسط فراشوت‌های پاکستانی ها در کوههای پنجشیر پایین شدن و آن خانواده هایی که از وحشت تروریستان طالب اونجا پناه برده بودن همگی اونا را حلال کردن. لطفاً هموطنان عزیز در هر کجای دنیای هستین صدای ما را بشنوین و به داد مردم پنجشیر برسید. نمیدانم چرا جهان در مقابل مردم پنجشیر خاموش هستند. مردم پنجشیر آیا انسان نیستند؟ اطفال پنجشیر، زن و مرد پنجشیر انسان نیستند؟ چرا ما را خاموشی اختیار کردین و هیچ نوع کمکی بر ما نمیرسانین؟ لطفاً صدای ما را بشنوین و صدای ما را به مردم جهان برسانین. از اینکه ما ویدیو نداریم، اسناد نداریم، اونجا در دست طالبا هست. طالبا همه چیز قطع کرده. ما چطور بتانیم که شما باور کنین و صدای ما را بشنوین؟ لطفاً امرا کمک کنین و صدای ما را به جهانیان برسانین.